امروز می‌خوایم یکی از سوالات همیشگی دنیای فیتنس رو باز کنیم. بعد از تمرین سنگین بدنسازی دوش آب گرم بگیریم یا سرد؟ جواب ساده نیست و کمی علم پشتشه. پس با دقت گوش بدین. اول بیایم ببینیم چی تو بدن ما بعد از تمرین اتفاق میفته. وقتی شما وزنه میزنید یا هر تمرین قدرتی انجام میدین، عضلات شما دچار خستگی میشن، یعنی ریزترک‌هایی در فیبرهای عضلانی ایجاد میشن. همین اتفاق باعث میشه عضله‌ها برای بازسازی و رشد نیاز به خونرسانی و اکسیژن بیشتر داشته باشن. بدن شما بعد از تمرین یک واکنش التهابی طبیعی شروع میکنه که در واقع قسمتی از فرآیند رشد و قوی‌تر شدن عضلات. حالا برسیم به دوش آب گرم. آب گرم باعث میشه رگ‌های خونی گشاد بشن و جریان خون به عضلات افزایش پیدا کنه. این یعنی اکسیژن و مواد غذایی راحت‌تر به عضلات میرسن و فرآیند ریکاوری سرعت میگیره. همچنین آب گرم میتونه تنش و سفتی عضلات رو کم کنه و حس آرامش فوق‌العاده‌ای بده. اگر تمرین شما خیلی سنگین بوده و عضلات حسابی سفت شدن، آب گرم بهترین انتخابه. ولی دوش آب سرد طرفداران خودش رو داره و دلیلش کاملا علمیه. وقتی بدن با آب سرد مواجه میشه، رگای خونی جمع میشن و گردش خون به بافت‌ها کاهش پیدا میکنه. اما بعد از خروج از آب سرد، بدن شروع میکنه تا خون تازه و اکسیژن دار رو به عضلات برسونه. این روش میتونه التهاب درد بعد از تمرین رو کاهش بده و برای بدنسازان حرفه‌ای که تمرینات پشت سر هم دارن خیلی کاربردیه. آب سرد همچنین باعث میشه احساس خستگی کاهش پیدا کنه و انرژی شما سریعتر برگرده. حالا یک نکته مهم، هیچ کدوم به تنهایی معجزه نمی‌کنن. بعضی از ورزشکاران از روش ترکیبی استفاده می‌کنن، یعنی چند دقیقه آب گرم بعد چند دقیقه آب سرد. این روش جریان خون رو به حداکثر میرسونه و بازسازی عضله رو بهینه میکنه. پس جمع‌بندی، اگر هدف شما ریکاوری و آرامش و کاهش تنش عضلانی، آب گرم بهتره. اگر هدف کاهش التهاب و درد بعد از تمرین، آب سرد گزینه بهتریه. اگر میخواهید هر دو فایده رو داشته باشین، دوش ترکیبی گرم و سرد عالیه. یک نکته نهایی، بدن هر کسی فرق داره. بعضیا بعد از آب سرد تر حال میشن، بعضیا ترجیح میدن آرامش آب گرم رو تجربه کنن. بنابراین بهترین کار اینه که امتحان کنید و ببینید کدوم به روش با بدن شما سازگاره.